یکی از مشکلاتی که تو جامعه امروز ما زیاد مطرحه، زیاد مشاهده میشه و جامعه واقعا به اون مبتلا هست، اینه که افراد از هر صحنه سریعا میخوان عکس بگیرن، فیلم بگیرن و منتشرش بکنن. کار ندارم چه شرایطیه، اوضاع چیه، آیا اون صحنه واقعا مناسب برای عکس گرفتن یا نه. این چه کاری آخه؟ بدون اجازه گرفتن از فرد میرن وارد حریم خصوصیش میشن، ازش عکس میگیرن، فیلم میگیرن. به چه حقی آخه این اجازه رو به خودت میدی؟ از کجا این حق رو به خودت میدی که میری فوراً عکس بگیری، فیلم بگیری؟ شاید اون فرد آمادگی اینو نداشته باشه، در شرایط مناسبی برای فیلم گرفتن، عکس گرفتن نباشه. حالا یکی از فجیع‌ترین، زشت‌ترین اون صحنه ها اینه که یه تصادفی رخ داده، چند تا جسد ریخته شده، زن، مرد، قاطی هم، اوضاع مناسب نیست برای عکس گرفتن، میرن عکس میگیرن، فیلم میگیرن، منتشر میکنن. مگه شما خبرنگاری چه کاری اصلا؟ میبینی افراد صف کشیدن، گروهای امداد اورژانس اومدن و اینا مزاحمت ایجاد میکنن حتی برای امداد رسانی، و این خیلی ناجوره و شرعاً حرام.